بعضی کسا هستن گپ زدن خودم یاد ندارن. من عامیانه به خاطر از این گپ میزنم که درس های ما چی هسته؟ به خاطر از این که میخوایم که درس من از جوان 10 ساله گرفته تا ریش سفید 70 ساله. من به پدر ریش سفید 70 ساله خود احترام میکنم، به زبان از او گپ میزنم، و به فرزند 10 ساله خود احترام میکنم، به زبان از او گپ میزنم، زبان عادی و عامیانه. اگر در فصاحت و بلاغت باشه، بسیار دری چی کمال داره؟ کمال دری است که در هر جمله یک 3-4 تا کلمه عربی و انگلیسی پرتو. صحیح نه؟ یک چند کلمه عربی رو پرتو و یک چند کلمه انگلیسی رو پرتو که مردم معناش نفهمید، باز مردم میگه اوه دیدی؟ این پروفسور. و من هم کلمات انگلیسی رو یاد دارم و هم کلمات عربیه، لکن من کلمات عادیه که هر کس درس بفهمه. چرا؟ من کتاب خواندم، یک کس دکترای خود در ساده نویسی نوشته کرده بود. چه قسم ساده نوشته کنیم که از کتابای من مردم استفاده کنه. او کتابای سخت که نوشته میکنه به حساب غرور خود، او خب باز استفاده نمیشه. من میخوایم که همین جوانی که صنف 8 هست، صنف 9 هست، صنف 10 هست، امیال او روز نه شاگردای ما که صنف 9 مکتب بود، اما بچه یک هارون نام داشت، نه؟ هارون درس بسیار لوکس تشریح کرد، صنف 9 مکتب است. اما قسم که محصل بخش ماستری درس ما را میخیزه تشریح میکنه، او هارون جان اونجا شیشتن. اما قسم هارون هم خیست همینجا درس تشریح کرد. او شاگرد دیگه ما که خیست به زبان انگلیسی گپ زد، باور بگو که همین کسایی که تافل هم گرفتن می قسم گپ زدن نمیکنه.